خب برای این کار شما به یه دونه خازن اضافه نیاز داری، یه خازن 60 میکروفاراد معمولی. حالا چجوری میخوای وصلش کنی؟ یه سیم میاری به این شکل، هر 4 سرشو فیش مادگی میزنی به این شکل، به یه کلید راکر معمولی وصلش میکنی. خب دو سر سیمو از یه طرف به کلید راکر وصل میکنی به این شکل. حالا اون یکی دو سرشو، یه سرشو وصل میکنی به یکی از پایه‌های خازن و این سرش الان آزاد میمونه. یعنی در واقع بین این پایه خازن ما یک کلید قرار دادیم که این پایه رو هر زمان که بخوایم به مدار وصل کنیم و از مدار خارج کنیم به این شکل. الان من میخوام اینو به کولر وصل کنم. به چه صورت؟ فرض میگیریم این همون خازن خود کمپرسوره. این سیمی که تکه سیم استارت کمپرسوره. این سیمی که دوتاییه سیم رانینگه، چون یک سر برق باید بیاد روی سیم رانینگ. خب حالا خازنی که خودمون تهیه کردیم اینجاست. میام یک سرشو وصل میکنی به پایه استارت و اون سر دیگهش که کلید بین مسیرش قرار داره وصلش میکنی به پایه رانینگ. حالا فرقی هم نداره که این سیما رو ما اینجا جابجا هم وصل کنیم، اشکالی نداره. مهم اینه که کاری که میخوایم انجام بده. من میخوام ظرفیت خازنا رو اول بهتون نشون بدم. ببینید این خازن اصلی کمپرسوره. من میخوام ظرفیتش رو بگیرم که بهتون نشون بدم الان ظرفیتش چنده. دو سر خازن رو وصل میکنم به دو سر مولتی متر. عددی که بهمون نشون میده الان 60 میکروفاراده. خب من الان کلید رو میخوام وصل کنم. ببینید ظرفیت چجوری تغییر میکنه. من الان وصلش میکنم، ظرفیت رو ببینید شد 120 میکروفاراد. خب حالا شما چجوری باید از این استفاده کنید؟ زمانی که کمپرسور هنوز استارت نخورده شما اینو روی یک قرار میدی، یعنی وصل باشه، به مدار وصل باشه. همزمان که کمپرسور استارت خورد بعد از 1 ثانیه شما اینو صفر میکنی، یعنی دقیقاً داری کار هارد استارت رو انجام میدی. قبل از اینکه کمپرسور استارت بخوره این روی 1 باشه که ظرفیت خازن‌ها با هم دیگه بشه 120 میکروفاراد. بعد از اینکه استارت خورد بعد از 1 ثانیه اینو صفرش میکنی، یعنی از مدار خارجش میکنی. اگه دیدی کمپرسور اینجوری راه افتاد، کمپرسوری که جامپ بود راه افتاد و مشکلی نداشت، پس مشخصه که دیگه ضعیف کرده و به هارد استارت نیاز داره. اون موقع میتونی این خازن رو در بیاری، این خازن که خودت درستش کردی به عنوان هارد استارت، اینو از مدار در میاری و یه هارد استارت میاری جاش میذاری. به همین سادگی. پس الان متوجه شدیم که کار هارد استارت در واقع اضافه کردن ظرفیت خازن کمپرسوره. یعنی در واقع ظرفیت خازن کمپرسور رو تقریبا دوبلش میکنه که بتونه کمپرسور استارت کنه. به همین سادگی شما میتونی یه هارد استارت رو خودت درست کنی و بذاری توی کیف ابزارت. هر جا که نیاز داشتی یه تست بگیری، اگه کمپرسور نیاز به هارد استارت داشت میتونی از این استفاده کنی و مطمئن شی که با هارد استارت کارش راه میفته یا نه. امیدوارم که این ویدیو بتونه کمکتون کنه و یه جاهایی هم به کارتون بیاد. موفق و مؤید باشید دوستان.